ما نظرتون راجع به فرهاد و این اتفاقاتی که براش افتاد؟ ببین فرهاد بازیکن بزرگیه، در هر حال علاقم به مربیگری داره. حالا من روش کاریشو ببین، مربیگری باید آقای میثاقی عاشق باشی، یعنی به عنوان یه شغل نباید ببینی، باید عاشق این کار باشی. من نظری در مورد صحبت‌های آقای قلمایی ندارم، ولی امروز فکر می‌کنم که برای بردن علاوه بر عشق و صداقت مربیگری نشون دادم که علم مربیگری هم تاثیرگذاره.